بچه‌ها ما امروز یه چالش عکاسی داریم. توی 2 دقیقه برای هر نفر 2 تا عکس باید بگیره. سبکا رو امین میگه. سعید، امید، امین. سعید، امید، امین. یه سیاه‌سفید بگیریم و انعکاس بگیریم. اوکی. برنده قراره بشینه یه برگر بزنه، 2 تا بازنده ها بشنن نگاش کنن. واقعا یعنی همینجوری که میخواید به من نگاه کنید من قراره برگر بخورم شما من رو نگاه کنید. یعنی اینقدر عکسات خوشگله؟ نمیدونم آخه شما زول دارید به من نگاه میکنید. اون یه نفر اینقدر لاشخوره. یه بار دیگه بگو. اون یه نفر یعنی اینقدر لاشخوره. اگه من باشم آره. خب من الان تا کی برگر نخورم؟ میخواید خودمون رأی بدیم اصلا؟ خودمون رأی بدیم؟ آره. بفرمایید شامه بقیه یک ببین. من به خودم رأی میدم. تو به خودت. هر کی بره واسه خودش نهار بخوره. آره اینا خوبه. نه چالش عجیب غریبی خب خداحافظ. برای خودش من خیلی نفرت دارم از نظر ببینم چرا؟ فنی هستم. همینه دیگه. از 50 بعدت میاد؟ از این 50 از این نوع 50 من از طرف سونی لنز 50 بچه‌ای که 50 دوستان معذرت خواهی میکنم. بریم بچه‌ها. هر کی تک بیاره میریم. برای مشخص کردن نفر اول دوم سوم. بریم. نه دست باید بیاد بالا. هر کی تک بیاره اون نفر اوله. قیچی چرا میاری؟ 3 نفر سنگا از قیچی نمیرن که. تک بیاره نفر اول شروع میکنه. چه حسی داری؟ خاصی ندارم. نمیدونم. ولی الان کثافت الان چیز میکنه. یعنی تو ذهنش داره میشه خط کجا بگیرم اینا. سنگ کاغذ قیچی میریم برای نفر دوم. هر کی باخت نفر دومه. سنگ کاغذ قیچیه. اینو باید بیاد. سنگ کاغذ قیچی. آقا شما من نفر دوم من نفر سوم تو. علی که تو من کاغذ نیاوردی. من قیچی آورد دیگه. خب دیگه. اون زد دیگه. خب من باختم دیگه. تو باختی دیگه. من دومم دیگه. دوم نفر اول تو میگیری، نفر دوم من. اصلا من که اولم شما. اوکی بریم. سعید انگار اصلا چی داره؟ مشکل شخصی داره با. آقا 2 دقیقه تایمت شروع. دو ثانیه، 1 ثانیه تموم شد. بریم 2 دقیقه امید رو شروع کنیم. امید من برگر رو نصف کنیم بعد تایمتو میکنم 3 دقیقه. قبوله؟ خیلی سعید پشته. اوف این فکر نکرده بودم 3 نفریم. 1 2 3 زدی؟ بله. اوکی. کلا تمومه؟ آره کلا تمام. خب بقیه تایمتو میدی به من؟ تایمت شروع شد.
گرفتم ولی می‌خواستم بهترش کنم. الان تمام شد. بریم نمیگیره. این عکس‌ها سعید تو خواب. این عکس‌ها هیچ کدوم حساب نیست سعید داره می‌بینه. ببین خیلی هم حسابه نگاه کن. نه خیر اصلا حساب نیست. دیگه خواهیم. آی. این هفته ایران اومده اصلا روش تحصیل بسشه. بریم تو شات بعدی عکس‌ها و این نظر داورا رو میذاریم. به برنده یه برگر می‌خوره. بازنده ها قراره بشینن برگر خوردن اون برنده رو ببینن. من اگه برگر به من برسه با همتون تقسیم میکنم. برای چرت پرتا نگو. تو هم کارو می‌کنی؟ من نه. خب منم نمی‌کنم واقعا. منم نمیکنم گو خوردن. من فرق فروشی میگم. قسم شکست. آقا بریم تا بعدی. خندان دو نفر. سه خندان خندان هواپیماه. باز سرو. باز سرو. قبل فعلا میخوام میکروفونا رو تست کنم. آخه این دست شما باشه. میخوای دست شما باشه. نه مال تو. صحبت مثبت 18 مطلقاً باید باشه. الان میخورم به دوربین ها. یعنی میخوره دوربین. نخورد. اصلا چی رو فوت میکنی؟ من چون سورپرایز شدم به خاطر این قضیه الان شدی؟ از نظر کاری آقا یه لحظه ولش کن ببریم اون. وایسا